بسم الله الرحمن الرحیم. شده باشه که صبح وقت شما از خواب بیدار شده باشین و در نزدیکیتان موبایلتان بوده باشه و موبایلتان در دستتان گرفته باشین و از امو صبح پیش از اینکه شما چای نوش جان کنین در تلفن مصروف شده باشین و یک وقت که سر بالا کنین متوجه شده باشین که 10 بجه روز شده. دلیلش چی است؟ چرا ما و شما اینقدر در ویدیوهای کوتاه مصروف میشیم که ساعتها سپری میشه ولی اصلا ما و شما متوجهش نمیشیم و بعد از گذشتن ساعتها وقتی که ما و شما پیش خود به یاد میاریم میبینیم که هیچ چیز از ریلزا در یاد ما و شما نمونده. از ویدیوهای کوتاهی را که ما و شما دیدیم هیچ کدام چیز در یاد ما و شما نمونده و هیچ چیز مفید ما و شما ازش یاد نگرفتیم، ولی باز ما و شما علاقه داریم که بار بار امی چرخه را تکرار بکنیم. دلیلش چیست؟ دلیلش هورمون است به نام دوپامین. خب دوپامین چی کار میکنه؟ دوپامین بر شما حس خوشی عاجل میده. به شما این حس میده که شما یک چیز را به دست آوردین یا یک کار را انجام دادین. این میتونه که هم با فایده تان باشه و هم میتونه که به نقصتان باشه. دقیقاً با دیدن ویدیوهای ریلز که شما چیز خاص را به دست نمیارین، پس از این میفهمین که این استفاده از دوپامین به نقص شما بوده میتونه. در برنامه امروز ما بر شما یاد میتیم که چطور شما مغزتان از اینمی افراز دوپامین زود انگام دور بسازین که در اصطلاح انگلیسیش به نام دوپامین دیتاکس همچنان ایره میگن. دوپامین چی است؟ دوپامین یک ماده کیمیایی است که در حالت طبیعی از مغز ما و شما افراز میشه و این کدام چیز مضر نیست، چرا که ما و شما ضرورت داریم که یک کار را انجام میتیم، یک فعالیت را انجام میتیم، باید که مغز ما و شما دوپامین افراز کنه که ما و شما دوباره برای انجام از او کار علاقمندی داشته باشیم و ما و شما باز بریم و کار انجام بدیم و اگر این هورمون نباشه دیگه ما و شما علاقمندی برای انجام دادن کارها نمی داشته باشیم. از این فهمیدیم که بودن از این در وجود ما و شما لازم است، اما در جای درست و مکان درستش باید که افراز شود. چرا مشکل ساز میشه؟ وقتی که ما و شما بیش از حد هورمون دوپامین با دیدن از این ویدیوهای کوتاه یا با اینمی استفاده از صفحات اجتماعی مثل اینستاگرام، مثل فیسبوک، مثل یوتیوب، مثل تیک تاک، وقتی که بیش از حد ما و شما این صفحات تماشا بکنیم هورمون دوپامین از مغز ما و شما بیش از حد افراز میشه و وقتی که بیش از حد افراز شد ما و شما به یک شکل معتاد میشیم، یعنی وابسته میشیم. خود ما دیگه کنترل به دست خود ما نمی باشه. ما و شما هر چی که کنیم فکر ما باز طرف از موبایل میره. روز ما همراه از تلفن یا موبایل شروع میشه و پس شبها تا 2 الی 3 بجه شب باز مصروف از اونمو دیدن ویدیوهای کوتاه هستیم که وقت ما و شما رو ضایع میکنه، انرژی ما و شما رو میگیره، در آخر ما و شما خسته، بی‌حوصله، ناتوان و تمرکز همچنان ما و شما نمی داشته باشیم. اینی جاست که مشکل ساز میشه و باید که ما و شما به خاطر از این سایکل خدا نجات بدیم باید که ما و شما یک کار انجام بدیم. راه حلش چی است؟ ما و شما باید چی بکنیم تا که ما و شما بتانیم خدا از این چرخه که ما و شما درش قرار گرفتیم و به نقص ما و شما هم هست خودمون هم خوب میفهمیم ولی بازم دمو مصروف هستیم. راه حلش چی است؟ راه حلش اولین راه حل ای است که ما و شما باید فایده و نقص خدا بسنجیم که فایده ما در چی است و نقص ما در چی است. اگر ما و شما اینمی موضوع را پی ببریم که نقص ما در اینمی است که تایم ما ضایع میشه، وقت ما ضایع میشه و ما و شما ساعتها در موبایل مصروف هستیم ولی هیچ چیز به دست ما و شما نمیه بجز از خستگی و بی‌حوصلگی. این بر ما و شما یک انگیزه میده که باید برای حل از این مشکل ما و شما اقدام کنیم. چی بکنین؟ اول شما کوشش بکنین که برای 7 روز پیش خود هضم بکنین. پیش خود عزم بکنین که من میخوایم برای 7 روز مغز خود از دوپامین دیتاکس بکنم یا مغز خود از افراز بیش از حد دوپامین نجات بدم. قدم اول که شما انجام میتین چی است؟
موبایل یا تلفن کوشش میکنین که نوتیفیکیشن هایش خاموش بکنین. فکرتان باشه هر اپلیکیشن را که شما انستال میکنین در موبایل از پیش شما اجازه میخواه، میگه شما میخواین که نوتیفیکیشنش بر شما بیایه یا نبیه. کوشش کنین که نوتیفیکیشن اپلیکیشن ها را شما آف بکنین. وقتی که شما نوتیفیکیشن اپلیکیشن ها را آف کردین، شما هر دقیقه فکرتان با لرزیدن موبایل که موبایل از خود صدا تولید میکنه، دیگه فکر شما طرف موبایل نمیره و این باعث میشه که قدم اول از این دیتوکسیفیکیشن شما انجام داده باشید و شما این اقدام برای 3 الی 7 روز پیش خود انجام بدین و پیش خود تصمیم بگیرین که 3 الی 7 روز ما دیگه این کار انجام نمیدم. دیگه کاری که بکنین زمان مشخص کنین، براتون زمان مشخص بسازین که من در اینی ساعت تا اینی ساعت موبایل استفاده میکنم، بعد از او من مجبور هستم که کارخانگی خود انجام بدم، من مجبور هستم که به کار زندگی خود برسم و تمرکزتان دوباره به حالت اولش بیارین. اگر نه به می قسم اگر شما ادامه داده برین، این سایکل دوپامین هرگز شما را رها نمیکنه و هرگز بر شما این وقت نمیده که شما از دیدن از این ویدیوها دور شوین. کار دیگه این کار بکنین که شما یک فعالیت خوب و مفید جایگزین از این بسازین. اگر شما بیکار داخل خانه نشسته باشین، دیگه شما مجبور هستین که باز به مو سایکل دوپامین باز برگردین. وقتی که کار بر کردن نباشه، چیزی بر انجام دادن نداشته باشین، شما مجبور میشین که مغزتان دوباره بر شما میفرمانه میته که باز برو موبایلت بگی و از او کده مصروفیت سالمتر دیگه نیست. اگر شما یک وقت مشخصه برای ورزش کردنتان جدا بسازین، یک وقت مشخصه برای دیدن با دوستایتان مشخص بسازین، این باعث میشه که شما دوباره کنترل زندگی خود به دست خود بگیرین و مغزتان دوباره به حالت اول بر بگرده. کوشش کنین که ورزش که یک فعالیت بسیار خوب و مفید است، او را کوشش بکنین که جایگزین از این بسازید و در آخر کوشش بکنین که ترک از این اعتیاد بر شما امکان داره که اعتیاد حتی معلوم هم نشه، ولی ترک از این اعتیاد میتونه که در زندگی شما بسیار تغییرات مثبت ایجاد بکنه. پس امروز اقدام بکنین، مغز خود دیتاکس بکنین و از این حالت خستگی، بی‌حوصلگی و درماندگی که شما در یک سایکل افتیدین و دوامدار در موچرخه هستین، از این خودتانه و دیگرها را نجات بدین. تشکر از اینکه ویدیوی ما را تا آخر بیننده بودین. برای دیدن ویدیوهای بهتر و بیشتر میتونین که چینل ما را سابسکرایب کرده ویدیوهای ما را با دوستایتان شریک بسازین.